ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби 4 гуфтори 98. сабаби ин аввалан шояд дар он аст ки аз фишори низоми мавҷудаи коммунистӣ то замони истиқлолият дар ҷумҳурӣ ягон мадрасаи динии расмӣ вуҷуд надошт ва рӯҳониёни алоҳида ба таври пинҳонӣ шакли ҳуҷрагии таълимро пеш мебурданд. сониян шояд чунин шакли таълим бисёр муллоёни касбиро ки чаҳорчӯбаи андешаи анъанавиро меписанданд қаноатманд месозад ва онҳо ба навсозии тадрису таълими динӣ чандон манфиатдор нами бошад. баъзе хатмкунандагони мадрасаҳои динии хориҷии мо ақидаҳоеро дастгирӣ мекунанд ки ба мазҳаби расмии ҷумҳурӣ чандон мувофиқ нами оянд ва ақидаҳои тундравонаи ваҳҳобия, салафия ва ғайраро паҳн мекунанд ё зери нуфузи таассубу ифротгароии динӣ мондаанд. ин ҳолат вазъияти динии ҷумҳуриро мураккаб сохта метавонад боиси нигаронии ҳам диндорони ҳанафӣ мазҳаб ва ҳам амнияти миллӣ бошад. масъалаи дигаре ки ислоҳоти таълимоти диниро ба миён мегузорад, мутобиқ намудани таълиму тадриси динӣ با طلب زمان و معیارهای پیشرفته تعلیمات دینی می باشد. البته جاری نمودن تعلیم زبانهای خارجی، تاریخ ادبیات تاجیک، حکمت و فلسفه، تاریخ دین که حالا در دانشگاه اسلامی به نام امام ترمیزی آموخته می شوند، مضمون و صفت تعلیم دینی را یک اندازه بلندتر می بردارد. این تدبیر تنها آن وقت میسر می گردد که اگر مدرسان و علمای دین تعلیم و تدریس دین را وابسته به واقعیت جمهوری در زینه بلندتر، اصول مکمل و طرز نسبتاً پیشرفته تعلیم جاری نمایند. در بسیار دانشگاه‌های کشورهای اسلامی چنین اقدام به عمل آمده است و باید تجربه آنها از جانب علمای دین جمهوری ما استفاده گردد. مدرسان مؤسسه‌های دینی می توانند در همکاری با پیشاهنگان ساحه معارف جمهوری برنامه‌های مکمل تعلیم را طرح‌ریزی کرده، کتاب‌های مناسب درسی آماده سازند و معیار و اصول‌های مکتب‌های اسلامی کشورهای خارجی تکیه نمایند. ترتیب دادن برنامه‌های مکمل تعلیمات دینی هرگز معنای انکار عنعنه‌های سنتی را نداشته، بلکه تکمیل آنها را باید در نظر گیرد. برای این لازم است که استادان دانشکده‌های دینی هم تجربه مکتب‌های دنیوی را آموزند و هم به طرز و اصولهای تعلیم دینی کشورهای خارجی آشنایی پیدا کنند. در این کار وزارت معارف می تواند به مکتب‌های دینی کمک علمی و مشورتی رساند. خیلی خوب می شد که در مدرسه‌های رسمی جمهوری برابر علوم دینی علم‌های عمومی خاص دانشگاه‌ها مثل زبان خارجی، حکمت و فلسفه، منطق، تاریخ دین و فرهنگ جهان معاصر، تاریخ خلق تاجیک، تاریخ ادبیات تاجیک، کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعاتی، جغرافیا و اقتصادیات به برنامه تعلیمی داخل می گردیدند.
اعتراف ارزش‌های تمدن اطلاعاتی و دستاوردهای علم هرگز معنی پس زدن تعلیمات دین و ارزش‌های اسلامی را ندارد. در هر صورت طلبات عصر چنین است و قریب کلی مکتب‌های دینی کشورهای دیگر اسلامی آن را پذیرفتند و ما و شما نیز از این معیارها چشم پوشیده نمی‌توانیم. اگر ما خواهیم که سطح شعور ملی را به سطح نیازهای اجتماعی و اقتصادی و علمی و فنی و فرهنگی امروزه جهان برداریم، اول باید کار را از اصلاح شعور دینی آغاز کنیم. این کار را به اصلاح روند معارف دینی در کشور و برنامه‌ریزی درست تعلیم و تشویق سالم مذهبی انجام دادن امکان ناپذیر است. از این رو وظیفه اولین مؤسسات دینی اندیشیدن در اطراف چگونگی گذرانیدن اصلاح معارف دینی و تعلیم و تربیه اسلامی در حوزه‌های تعلیم دینی کشور می باشد. طرز دولتداری دنیوی معنی آن را ندارد که دولت موجوده کاری به چگونگی شعور دینی شهروندانش و سطح معرفت دینی آنها نداشته باشد. پایداری دولت نه تنها از تحکیم سرحدهایش بلکه از استحکام مفکوروی و معنوی و سطح معرفت شهروندانش نیز وابسته است. از این رو ما نمیتوانیم نسبت به چگونگی سطح معارف دینی بی‌پروا باشیم، زیرا اکثریت شهروندان ما مسلمان و پیرو دین مبین اسلامند. تعلیم علمی و سالم معارف دینی و خصوص معارف اسلامی را نه تنها در مدارس دینی بلکه مکتب و دانشگاه‌های رسمی دولتی و غیر دولتی براه ماندن لازم است. داشتن سطح وسیع دانش دینشناسی، شناسایی با تاریخ و تعلیمات دین‌های دیگر، معنویات سالم و آموختن رکن‌های اسلام جوانان را از تعصب ورزی، فزونخواهی و گرویدن به اکستریمیسم و تروریسم دور می سازد. ناگفته نماند که اصلاح و تجدیدی که در نظر است این دعوت برگشت به عقب نیست، زنده کردن ترتیبات و شعور قرون وسطایی نیست، بلکه برعکس کوشش پیدا کردن زمینه‌های موافق از فرهنگ گذشته و با تکیه بر آن کارکرد نظریه پیشرفت در شرایط دنیای نو است. چون این راه به نظر ما با وجود نسبتاً مشکل تر بودنش یگانه راهی با ثمر و هدفرس است. این پیشرفت تنها از طریق اصلاح رسم و آیین‌های ملی و شعور دینی و معرفت سالم فرهنگ گذشته میتواند ثمره بخش باشد. هنگام چنین بازرسی تعلیمات دینی باید دقت اساسی بر آن باشد که مسلمانان را از روحیه یک طرفه آخرتگرایی، یعنی تنها توجه داشتن به آبادی خانه آخرت که اهل تعصب بیشتر به آن اهمیت می‌دهند بیرون آورده، آنها را باز برای این دنیا نیگری، یعنی آباد کردن این دنیاشان نیز هدایت کرده توانند. مسلمانان را با ایمان و اعتقاد استوار بر شناخت عقلانی و تفکر سالم مجهز سازد، چنان که تعلیمات اسلامی اصیل نیز هدایتگری این گفته بوده است و هست. باز یک مسئله را می خواهم تاکید کنم که در اکثر کشورهای اسلامی تعلیم دین تنها به اختیار ملا و روحانی حواله کرده نشده است،
بلکه از روی برنامه مشخصی تعلیمات دینی عملی می شود و دانشکده اسلامی و مدارس اسلامی در اساس این برنامه خادمان دین تیار می کنند. چنان که در بالا ذکر کردیم، اصلاحات وضع امروزه رسم و آیین‌های ملی و عنعنه و مراسم‌های دینی ضرورتی به حیات امروزه جامعه و طلبات زمان هماهنگ ساختن تفکر ملی و دینی را تقاضا می کند. اگر دینداری در زمینه تفکر سالم و علمی نباشد، خواه و ناخواه پیروانش را به سوی خرافات می برد. من امینم که توجه خاصه به تعلیم درست و زمانوی دین از موقع دینشناسی علمی یکی از ضرورتهای حیات معنوی و فرهنگی ماست. اگر این کار را ما امروز برنامه ریزی کرده در کنسپسیای تعلیم و تربیه مکتب‌های میانه و عالی داخل نکنیم، باز 10 ساله ها این مسئله به فراموشی سپاریده می شود. تعلیم دین از موقع دینشناسی علمی معنی دور شدن از اصولهای دنیویت را ندارد، زیرا دین یک عنصر فرهنگ جامعه است و مکتب مهمترین قانون آموزش و پرورش فرهنگ. از این رو با نظر داشتی تشکل درستی شعور دینی جوانان برای ماندن تعلیم فرهنگ دینی و اساسهای دینشناسی علمی با اصول دنیویت مخالفت ندارد. در مکتب‌ها تعلیم دادن فرهنگ دینی و اساسهای دینشناسی علمی چند ضرورت نهایت مهمی فرهنگی دارد. اولاً چنان که گفته شد، دین یک عنصر مهمی فرهنگی گذشته و امروزی ماست و به دانستن دین ما دیگر شکل‌های فرهنگ، زبان و ادبیات، صنعت و فلسفه، اخلاق و حقوق، زیبایی شناسی و موسیقی را به طرز باید و شاید فهمیده و دانسته نمی توانیم. جدایی ملت از فرهنگ دینی خود به جدایی او از خاطره تاریخی و بیگانگی از فرهنگ گذشته می برد. ثانیاً دین با نفوذترین شکل شعوری جمعیتی می باشد و شعوری سالم مذهبی را محض مکتب رسمی مسئول می تواند تربیه کند، نه مکتب‌های کنجکی و حجرگی شخصی و کوچگی که سطح دانش عمومی و دینی معلمان آن به کسی معلوم نیست. ثالثاً تعلیم اساسهای دینشناسی علمی جوانان را از تعصب مذهبی، محدودیت عقیدوی و تنگ نظری بیرون آورده به ادیان معمول جهانی همچون به نوع‌های گوناگون فرهنگی بشری و دستاوردهای معنوی انسانیت مناسبتی سالمانه کردن را می آموزد و به بهتر شدن معنویت و اخلاق جوانان مساعدت می نماید. تعلیمات و تحصیلات دینی در کشور ما کاملا اختیاری بوده، جزء حقوق و آزادی‌های شهروندان و در مجموع آزادی اعتقاد و وجدان را تشکیل می کند. هرچند که طبق قانون مکتب و مدرسه های دینی از دولت جدا بوده مستقلانه فعالیت می کنند، ولی ما نسبت به تقدیر هزاران نفر جوانان و نورسانی که در دانشگاه اسلامی و بیش از 20 مدرسه های میانه تحصیل می نمایند بی‌طرف بودن نمی توانیم. ما تاریخاً به حوزه فرهنگ اسلامی منسوبیم و باید آموزش دین و فرهنگ اسلامی را به سطح بلند برداشته به آن جنبه های تعلیمی سالم دانشگاهی و اکادمی را افزاییم. بنابراین ضرور می شمارم که من بعد
تأمینات دانشگاه اسلامی تاجیکستان از حساب بودجه دولتی مبلغ گذاری شود و تحصیل در این مؤسسه عالی به معیارهای معاصر تعلیم مطابق گردانیده شده، در برابر تعلیم ارکان و احکام دینی اسلام، همچنین آموزش فنهای زبان و ادبیات تاجیک، تاریخ خلق تاجیک، تکنولوژی معاصر اطلاعاتی، فلسفه، منطق، فرهنگ شناسی و زبانهای خارجی براه مانده شود. با این واسطه ما می توانیم مقام دانشگاه اسلامی تاجیکستان را در تربیه خادمان دین و متخصصان ساحه‌های جامعه شناسی بلند برداریم و ختم کردگان آن را برای فعالیت در تمام ساختارها جلب نموده در آبادی تاجیکستان سهمگزار گردانیم. خلاصه اقدام ملی و عملی که ما امروز آغاز کردیم، یعنی تنظیم رسم و آیین‌های عنعنه و مراسم‌های دینی، در اصل به اصلاح شعور دینی و ملی به هدف رسیدنش مشکل است. طرز امروزه گذرانیدن رسم و آیین و مراسم‌ها برای پیشرفت جامعه و دولت صاحب استقلال ما از منفعت دیده خطر و زیان بیشتری ایجاد می کند. اگر این حالت ادامه یابد، سرمایه مردم و ثروت ملت به باد رفته، بر اثر خرج‌های بیهوده قدم جدی به پیش نمی توانیم گذاشت. وقتا که طبیب می بیند که علت مریض از حد گذشته است و دیگر علاجی بیرنج شفا یافتن آن نیست، دست به جراحی می زند. در مسئله رسم و آیین و مراسم ها نیز علت جامعه کنونی ما به همین حد رسیده است. از بس که طی این سالها تبابت بیماری جامعه ما بی قبول قانون و قرارهای قطعی نتیجه دلخواه نداد، امروز من همچون پرزیدنت کشور مجبورم به تهیه یک قطار تدبیرهای قانونی و قطعی و قبول آنها دستور و فرمان دهم تا که در زمینه قانونی آن اصلاح شعور ملی و دینی ما و تنظیم رسم و آیین‌ها امکان پذیر گردد. باید تأکید نمود که هدف اساسی ما از این تدبیرها تنها بلند برداشتن سطح معرفت دینی مردم کشور است. بگذار نسل‌های ما در آینده به ماهیت و معنای آیت‌های ربانی درست سرفهم رفته، در زندگی هنگام اجرای رسم و آیین‌های ملی و مراسم‌های دینی موافق فرموده‌های قرآن مجید، حدیث‌های پیغمبر و فقه مذهبی حنفی عمل کنند. تعصب و خرافات پرستی و مراسمگرایی مردمی ما اساساً از پستی معرفت دینی ابتدا می گیرد. معرفت مردم هم آن وقت کامل می گردد که آن در اساس ارزش‌های علمی، اصالت فرهنگی، میراث تاریخی و در مقایسه با تاریخ جهان اینچنین دانش‌های معاصر آموخته شود. امروز اسرافکاری هایی که در مراسم های ملی و دینی ما رایج گشته است تدریجاً به یک مصیبت بزرگ اجتماعی تبدیل می یابد. اگر حد اقلی مصرف این ضیافت های با دبدبه و ظاهر پرستی های خرافاتی با احیا و تقویت ارزش های فرهنگی سالم از جمله آموختن علم و معرفت، دستاوردهای انقلاب تکنیکی و اطلاعاتی و دیگر کشفیات‌های حیرت انگیزی تمدن آغاز 1000 ساله سیوم صرف می‌گردید، جهان معرفت و دنیای فرهنگی ملت ما غنی‌تر گشته، نسل‌های آینده در تحولات و برد و باخت‌های مجرای جهانگرایی وطن اجدادی ارزش‌های ملی و ملت و دولت خود را
پشتیبانی فداکارانه کرده می توانستند. ما باید به خاطر روزگاری با سعادت، بهبودی صفت زندگی مردم و پست کردن سطح کم بضاعتی، ارزش‌های بهترین رسم و آیین‌های ملی و دینی را عاقلانه و عادلانه استفاده بریم. با این اقدام خیر و ثواب خود ما به اصلاحات جدی اجتماعی آغاز بخشیم. ما از خادمان دین و علمای کشور، از پیران روزگار دیده و پدر و مادران امیدواریم که اقدام دولت را در سمت تنظیم مراسم‌های ملی و دینی همه‌جانبه دستگیری نموده، در ترغیب و تشویق فرموده‌های شریعت آید به مسئله‌های اسرافکاری، خیر و صدقات، بجا آوردن سنت‌های حقیقی دینی واقع بینانه عمل می کنند. همچنین با عبرت شخصی مردم به خصوص جوانان را به راه راست، به مهنت سازنده، آبادی دیار، به وحدت و خودشناسی ملی، وطن دوستی و وطن پرستی، رعایت معیارهای آداب و اخلاقی حمیده تلقین و هدایت می سازند. باب دوم، نفوذ تمدن اسلام در خراسان و ماوراء النهر و احیای رکنهای فرهنگ ملی. نهضت‌های فکری و بیداری معنوی ایرانی تباران علیه امویان، تشکل شعوبیه و احیای رکنهای فرهنگ ملی. فرجام سرنوشت پرهنگامه دولت ساسانیان، برد و باخت‌های تمدن آریایی و تاریخ پدیدایی تمدن اسلام در قلمرو ایران و خراسان و ماوراء النهر اصلاً راهی را میماند که پر از شیب و فراز، برد و باخت‌ها و برخورد و تحولات انقلابی است. این دو رکن تمدن بشری نیاگان ما، تمدن آریایی و تمدن اسلام، در 4 سوی تاریخ 14 عصر از این مقدم باری نخست در دربار شاهنشاه ساسانی خسروی پرویز با هم دوچار آمده، چون یک انگیزه معنوی عجیب و عبرت آموز، مرکب و تا اندازه با هم پیچیده، بعضاً با هم سازگار و هم ردیف، گاهی مالامال اختلاف و تضادها، از ابتدای پدیدایی اسلام تا دوران تشکل و نفوذ جهانی یافتنش، چون نبرد دو رقیب رزماور، گاهی با سازش و مصالحت و گاهی با تلاش و پیکارهای آشتی ناپذیر ادامه کرده است. چنانکه در 3 کتاب اولی تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان ذکر کردیم، تمدن آریایی با تقدیر تاریخی دولتداری کیانیان، هخامنشیان، اشکانیان، کوشانیان، هیتاریان و ساسانیان پیوستگی عضوی داشته، به فضای سیاسی، اصالت فرهنگی، رسم و آیین، ارزش‌های اجتماعی و مذهبی و جهانی معنوی آریات تباران ساکنی قلمروی آریانای شرقی و آریانای غربی
در طی کمابیش 14 عصر تأثیری عمیق گذاشته. از دستاورد و بازیافت‌های تمدن‌های دیگری بشری از جمله تمدن مصریان و بابلیان، یهودیان و بوداییان و یونانیان و مسیحیان بهره برداری نموده است. تمدن آریایی در قلمرو این دولت‌های ذکر شده با نیروی عظیم زندگی ساز و پیشاهنگش محوری جدید نظام دولتداری، فرهنگی ماهیتاً پیشرفته، معنویات دارای اصول و ارزش‌های بنیادی، هویت و اصالت رنگین و غناوتمند را پدید آورده، ارزش‌های والای جامعه بشری را باز یکچند زینه بالا برده است. تلاش‌های گسترده تمدن سازی در قلمرو پهناوری ایران زمین در همه دور و زمانها و نظام‌های موجوده دولتداری از تأثیر متقابله فرهنگ و تمدن دیگر قوم و ملت‌ها غنی‌تر گشته، باعث پیشرفتی باز هم والاتر و گسترده تری تمدن آریایی شده است. ولی بعضاً تندروی و فشار هنگام پیگیری هدفهای سیاسی، افضلیت جویی مذهبی و امتیازخواهی فرهنگی در اکثر حالتها باعث ضدیت و اختلافها، برخورد تیز و تندی طبقه های گوناگون اجتماعی و تحریکات و جنبش های مردمی گشته، عکس العمل های ناگواری را در جامعه پدید آورده است. این قضیه را ما در مثال انتهای سرنوشت تاریخی و تنزل یابی دولت ساسانیان، ظهور تمدن اسلام و گسترش با سرعت آن در قلمرو سابق ایران ساسانی روشن دیده می توانیم. بعدی از سر قدرت رفتن خسروی پرویز، امپریای مقتدر ساسانیان گرفتاری بحران شدید اقتصادی، اجتماعی و معنوی و مذهبی گردیده، تلاش‌های خانوادگی و اولادی برای رسیدن به تخت و تاج تدریجاً اوج می‌گیرد. بخصوص سرکشی و استقلال خواهی حاکمان و اشرافان محلی، نفوذجویی و زیاده روی طبقه روحانیان در امور دولتداری، کاهیدن مقام و منزلت حاکمیت مرکزی و عدم وحدت سیاسی، افزودن اختلاف‌های مذهبی و رقابت آشکار و نهان اجتماعی به دوره راست آمد که قبیله‌های بادیه نشین عرب در زیر لوای اسلام متحد شده دیرتر به قلمرو ایران رو آوردند. یکی از عامل‌های اساسی تنزل دولت ساسانیان به اندیشه تاریخ نگاران و صاحب نظران بالاروی مقام دولتی دین زردشتی، افضلیت جویی و قدرت خواهی موبدان و هربدان، همچنین افزودن حقوق و امتیازهای طبقاتی و افراطگرایی های دینی در قلمرو این کشور بود. шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори 98-умро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён» шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хоҷамқул, коргардон шералии нағзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.